خب عزیزان، یه نکته خیلی مهمی رو میخوام امروز خدمتتون عرض بکنم. سیستم تریشر گلد کالیبره است و روی سنس فلز در واقع نقره قرار داره. من دارم توی محیط سنس میکنم و میبینم یه جای آلارمم میره بالاتر از حد ممکن، درسته؟ خب من اینجا وای فای رو دارم که داره امواج RF رو از خودش ساطع میکنه. حالا سیستم اینجا کالیبره است و ثبات خودش رو داره. من دارم کاوش میکنم و ثبات خودش رو داره. میام تا جایی میرسم که این به این صورت برای من پر میکنه، دوباره برمیگردم میبینم که این بسته میشه، دوباره پر میکنه، دوباره میاد این روی روال قبلیش برمیگرده. چرا؟ به این دلیل که اینجا نویز اضافه و امواج RF رو دارم. پس متوجه این مسئله باشید که این برای من به هیچ وجه سنس نیست. سنس چیه؟ کیوانی سنس رو به ما نشون بده. من اینجا نقره رو دارم، درسته؟ اینجا نقره قرار داره و سنس من به این صورت